دوستان عزیز السلام علیکم. امروز 17 مارت سال 2026 می باشد و من آمدم مغازه فروشی زهرخیمیکات و دیگر دارویی های حاجی خورشید که در گردش گلبوته و کاروان قرار دارد. انا اینجا گلبوته هست، این طرف میگردد کاروان میروید، بعد راه خطلان میروید. من آمدم از اینجا خریداری کنم داروی سوپر توپی استحصال ایران. درست؟ استحصال ایران. من سال گذشته این سوپر توپ رو گرفتم، استفاده بردم. این سوپر توپ با من بسیار فایده کرد. این سال من خریداری آمدم. من ببینید ولی 4 تا موندن. من گفتم 5 تا مونده، 4 تا موندن. ولی با یک دیگه میگیرم، 5 تا میگیرم. ببینید که این سوپر توپ با مقابل همه گونه حشرات ها است، با مقابل کرم ها هست، ملخ ها هست و نتیجه نهایت نقض نشان داد. من این را اساسا حاضر با استفاده بردن این بسیار خوب است برای انار. وقتی انار شما 10-20 تا گل میکند یا 5-10 تا گل میکند، از همین 5 گرمش رو آمیخته کرده در 10 لیتر آب انار رو شوید یک مرتبه و بعدی که انار از گل فرو آمده غوره کرد، بعد 10 گرمش رو در 10 لیتر آب ارالش کرده از 15-20 روز شوید. این همون انار شما میپوسد کو همون رو پوسیدن نمیموند. پوسیدن از حساب همون کرم، از حساب کسلی است، همون کرم رو میکشد، نمیموند که در بدن همون انار شما کرم درآید. این چونین این در پختزورها میشود، در غلازورها میشود، در اونجایی که ژوک کارتوشکا رو میکشد. خلاص گپ همه طرفه من همین سوپر توپ در مغازه حاجی خورشید میتونید نامش مغازه اگرودیخان قرار دارد در گردش گلبوته کاروان. اینجا گلبوته هست، اچیسنوی من اینجا میگردید اون طرف میروید کاروان، بعد خطلان میروید. انا رقم تلفنش 078 11 83 83 930 00 05 50. انا همش رو گفتم یک مرتبه همین از نزدیک نشان تیگو بچه‌ها ببینن. دوستان عزیز، برای چی من همه وقت میگم مغازه حاجی خورشید از همینجا هم تبلیغ میکنم که از همینجا خریداری کنید، هم خودم میگم برای اینکه مغازه اعتمادناک است. همین حاجی خورشید که نوار کرده سوده است، همه استفاده برای همین موادهای زهرخیمیکات یا که فونگیسید و گربیسید و اکراتسید رو به شما گفتم میتید. در اینجا تمامی موادهای وابسته به خواجگی قشلاق هست، خواجگی دهات هست. این چونین موادهای هست که زیدی علفهای بیگانه رو میکشد. موادهای هستند که کسلی ها رو میکشد، کسلی های زنبروغی رو میکشد. خلاص گپ همین تلفن قد زنگ زنید. اگر حاجی خورشید هم به شما توصیه ها میدهد، هم داروهای بیسپدیل کرده به چی گویم اوریجینال حقیقی رو با شما بفروشد، در خشم دسترس میباشد. من هم دیاران عزیز، این بود یک تشویقات. من قید کردنی هستم که از این رکلام من پول نمیگیرم. فکر نکنن یا که یکم مقامات ها یا که من پول میگیرم یا که آدم ها. این رکلام ها برای خلق است، بی پول است. من در پیش خودش خورشید گفته اشتدم که صاحب مغازه که بی پول است این رکلام ها. برای که بعضی مقامات ها فکر میکنن که ما از همه رکلام ها پول بسیار مییابم و مانند حافظ و رقاصه ها. نه، بی پول است. همداران عزیز، در پناه خدا باشید و همین رقم هایی که دادیم به شما زنگ زنید. خورشید به شما هم مصلحتگر میشود، هم یاردمچی میشود، هم موادهای نقض رو دسترس میکنید، هم با نرخ دسترس، هم ممکن دستافکش را هم نیست فکر کنید به ناحیه ها. در پناه خدا باشید. اگر معقول شدگی باشد یک لایک مونید. خدا نگهبان شما باشد.